بسیار سوزم داره باشه قدر سوز درک دیگه خدا مفهم خو خانسیب تو یک چیز یه جیت قرار شده گب مب نمونه نه چی رقم کاب کن یک گاز پرسان که چی رقمه چی رقمی چندون از خوبه نیه مگه گفت پشتو وای پروای نسته و پشتو وای راست دلته چین مالا سنگ چینه بیال راست پروای نسته دلته نگوری دلته په خارج باندې خلک ګوري راځه را یا اسی راځه چینه اسی ډانس کې سیارسونه کې اسکرار چین مالا سنگ چینه تی اوس راس سطل پروای نسته سطل دا اوس ته څنګه کوي دا اوس څه کیسه ده یعنی خان صاحب تو سال تیری رهنس خان صاحب رهنی که جور نه تو بگه خو جورش کردی ای جور شده تو اگر فارسی گفتن هم تن مشکل نه پشتو را تو وای پروای نسته میتونم در فارسی گفتم میتونم کمی ضعیف میتونم خو قوی نمیتونی نه والا اینیر برای چیز غلشته ای خان غلط از می برای چیز غلطی ما میده چردیم که اینیر برای چیز اشته ای خان شما تیار دوست است خو دیو شپه غل ده که دیو رزه یه خوب زردالو ماست ها صفایش نمیکنی نه بازی خاک از پاک شونه بازی بس خراب میشه زر خراب پیش نه بیا حالا تو جورش خو دوستای عزیز گرانقدر و محترم با عرض سلام شما بیننده های عزیز و گرامی برادر عزیز کشیشته از قریه نام ارباب است بچه خان صاحب این زردالوم کسته این خان اینی خانم ده اینجی استاد شده شده برادر که سیل منه خو خو دیگه ای روزی سیومه که چهارم بزرگوار دیگه این چندم ټیله بخیر بار شده ای 500 سیر بردین خب 500 سیر بخیر اینیم 100 سیر اینیم شن 160 سیر مردم میگه در افغانستان کاربار نه خانار سال که الحمدلله چیزی که کار نمو امسال کل برینیم زیایه چی رقم چی گفت اما دوست چی گفت گفت افغانستان به گاهی ده قرضی تبلیغات خب این حال تو بخزی مردم یکان چیزایی ده پشتو وایه که مردم در بینگر نه و در خارج سیل مونه زه خو د صفت دیگه نسم کولی معنا خاص ګټم نه بل اسد خان در والا بل گپ خو بگه بیچاره را نکش کن تو کارش نکرده که بلکه پسر که مرد سروتر د باغ نماندین مگو دا تو تکیه کلی ده اوس را تکیه که ده اوس دا ویډیو کې تکیه کول کوو ونه اسی دا بیا به خفه خپه مپه